به نام خدا. امروز ما 5مین نشست فصلی وارناسا رو داریم که تو این نشست قسمت‌های مختلف بچه‌های فروش، بچه‌های مالی، انبار، قسمت تولید محتوا، وبسایت میشینن و در یک محیط دوستانه در فضایی بسیار خوب کارهای گذشتهشون رو مرور میکنن و همینطور نسبت به اقداماتی که انجام باید بدن. انشالله که نشست خوبی باشه و از توش راهکارهای خوبی در بیاد و بتونیم بهتر از قبل به شما خدمات رسانی داشته باشیم.